بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای عزیز، به کانال ما خوش آمدین. دوستا در این ویدیو قرار است که برایتان آموزش بدم که چگونه یک تامنیل حرفه‌ای جور کنیم. دوستا خودتان میفهمین که تامنیل یکی از مهمترین بخش‌های یک ویدیو است. مثلا شما در یوتیوب یک ویدیو رو میبینین، سعی میکنین اگر تامنیلشان جذاب بود او ویدیو شما رو به خودش جذب میکنه و شما مایل به کلیک کردن روی ویدیو میشین. اگر تامنیلش جذاب نبود شما میگین این ویدیو به درد نمیخوره و رویش کلیک نمیکنین و این کارا باعث میشه که ویدیو شما بازدید نمیگیره و ما باید یک تامنیل خوب و حرفه‌ای بسازیم. خب دوستا زیاد وقتتون نمیگیریم، میریم طرف آموزش. خب دوستای عزیز، ما برای ساخت تامنیل به این دو تا اپلیکیشن ضرورت داریم. اپلیکیشن اولی پیکسل لب نام داره، ایره شما میتونید از پلی استور دانلود کنین. کار از یکی از طراحی تامنیل ما و دومیش هم فوتوروم نام داره و ایره میتونید دانلود کنین از پلی استورتون. کار از یکی از پس زمینه عکس ما رو پاک میکنه. خب دوستا اول ما میریم پس زمینه عکس خود پاک میکنیم. اپلیکیشن فوتوروم را باز کنین. وقتی که باز شد در قسمت پایین استارت فرام فوتو روی همون گزینه کلیک کنین و در این قسمت هم عکس مورد نظرتونه که میخواین پس زمینه‌اش پاک کنین هم عکستون انتخاب کنین. این پس زمینه‌اش برای ما پاک کرد و در قسمت پایین شما اینجا گزینه ترانسپرنت را انتخاب کنین. این گزینه ترانسپرنت روی از این گزینه کلیک کنین و میایین در قسمت پایین گزینه اکسپورت را رویش کلیک کنین. اینجا در حال ذخیره شدن است. دوستا عکس ما پس زمینش پاک شد و در گالری ما هم ذخیره شد. این حال میریم یک تامنیل برای خود طراحی میکنیم. دوستا میایم برنامه پیکسل لب باز میکنیم. دوستا این حالی یکی از برای تامنیل این صفحه برای تامنیل استفاده نمیشه. دوستا ما میایم در قسمت بالا روی سه نقطه کلیک میکنیم و در این قسمت هم گزینه ایمیج سایز را رویش کلیک کنین. در اینجا روی کاستوم کلیک کنین. اینجا 8 تا گزینه برای ما میده. دوستا ما در این قسمت گزینه یوتیوب تامنیل انتخاب میکنیم و در قسمت پایین روی اوکی کلیک کنین. این سایز یوتیوب تامنیل برای ما آمد. این حال ما تامنیل خود طراحی میکنیم. دوستا خواهی تکست ما از قسمت بالا روی این گزینه کلیک میکنیم که اولی تکست ما پاک شد و روی اوکی کلیک کنین. این حال ما میایم رنگ پس زمینه خود جور میکنیم. روی این گزینه کلیک کنین و در قسمت اول روی کالر کلیک کنین. در اینجا اگر خواستین پس زمینتون یک رنگ باشه، از رنگا هر کدومی که خوشتون اومد میتونین انتخاب کنین. اگر این نخواستین میتونین در قسمت اینجا گرادینت نوشته است روی از گزینه کلیک کنین. اینجا دو رنگ مخلوط میتونین شما در تامنیلتون استفاده کنین. این به این قسم دوستا من مثلا این را انتخاب میکنم و از این قسمت هم میتونم که تغییر بدم رنگش. روی از گزینه جمع کلیک میکنم. اینجا هم میتونیم که می جهتش تغییر بدیم. مثلا ما سبز این طرف میارم، سیاه این طرف میارم و در این قسمت هم که سطح رنگ است شما میتونین در این قسمت رنگش تغییر بدین. من مثلا رویش کلیک میکنم. نه این از رنگا هر کدوم که خوشتون اومد انتخاب کنین. مثلا من این آبی رو انتخاب میکنم و اوکی رو میزنم. در اینجا رنگ ما آبی میشه و کلید اوکی رو میزنم. در این قسمت هم علامت تیک رو میزنم و دوستا ما این حالی میریم ما عکسی که پس زمینش پاک کردیم میریم و عکس میاریم. در اینجا برای این کار لازم است که روی این گزینه کلیک کنین، گزینه وسط. در این قسمت هم گزینه امپورت را کلیک کنین، شما رو به گالریتون میبره. از اونجا ما عکسی که پس زمینش پاک کردین ما عکس انتخاب کنین. انا دوستا من این عکس انتخاب میکنم و در قسمت پایین روی گزینه تیک کلیک میکنم. در اینجا شما سایزش هم میتونین تغییر بدین. انا مثلا ما در این سایز را جور میکنم. انا در اینجا قرار میتونم و این حال میریم تکست اضافه میکنم یا متن در روی تامنیل خود اضافه میکنم. دوستا برای از کار شما بیاین در قسمت که ای نوشته است. دوستا در روی از گزینه کلیک کنین و در اینجا گزینه تکست را بزنین. اینجا بر شما تکست میاره. این حال روی گزینه ادیت بزنین که ایرا ما متن خود در اینجا نوشته کنیم. دوستا ایرا پاک میکنین. مثلا ما اینجا نوشته میکنم ما اینجا مثلا نوشته کردم آموزش ساخته و در قسمت بالا اوکی را کلیک میکنم. این ایرا در اینجا قرار میتونم و میرم اینال یک متن دیگه برای خود نوشته میکنم. یک بار روی صفحه کلیک کنین که او از حالت کلیک جدا شوه و میاین دوباره روی تکست کلیک میکنین. ایرا در اینجا میارین و روی ادیت کلیک کنین. ایرا پاک کنین. دوستا اینجا یک متن دیگه من نوشته میکنم. در اینجا من نوشته کردم تامنیل برای و در قسمت بالا روی اوکی کلیک میکنم. انا هم اینجا آمدم اینجا جابجا میکنم و روی صفحه کلیک میکنم. میرم دوباره یک متن دیگه میارم. خب روی تکست کلیک میکنم. ایرا در قسمت میارم و روی ادیت کلیک میکنم. ایرا پاک میکنم. در اینجا نوشته میکنم یوتیوب و روی اوکی کلیک میکنم. انا دوستا اینجا متن ما هم اضافه شد ولی اون متنی که ما میخوایم رقم جور نشده. این حال ما میریم را بولد میکنیم، فونتش تغییر میدیم. خب دوستا روی متنتون کلیک کنین و این قسمت که است از اینجا متنتون میتونین که ادیت کنین. ما ایرا میاریم این طرف کش میکنیم. اول ما ایرا میایم
بولد میکنیم. خود دوستو روی اینی گزینه کلیک کنین و روی گزینه بی کلیک کنین که وی بولد شوه. اینا دوستو میبینین یک کمی تغییر کرد، بولد شد. و اینجا گزینه تیک را بزنین و این حالی میایین در قسمت فونت، روی فونت کلیک کنین. اگر فونت مخصوص دارین خودتان میتونین در این قسمت مای فونت اینجا کلیک کنین و فونت تان اینجا اضافه کنین. من فعلا فونت ندارم و از اینجا انتخاب میکنم. در اینجا انواع و اقسام فونت ها هست، شما میتونین اینجا انتخاب کنین. و شما وقتی که یک فونت کلیک کردین رویش اینجا متن تان نشان میده، شما از اینجا میتونین ببینین که این فونت برای همون متن تان در شکل ظاهرش میخوره یا نه. خب این حالی از اینجا شما میتونین فونت ها رو انتخاب کنین. من میایم در قسمت اول اینی فونت انتخاب میکنم، مثلا اینی فونت، ما اینی فونت انتخاب میکنم و روی گزینه اوکی میزنم و این حالی میایم اینی متن دیگه خود تغییر میتم. خود است میره بولد میکنم، روی تیک میزنم و این حالی فونتش تغییر میتم. از اینجا یک فونت برای خود انتخاب میکنم و گزینه اوکی رو میزنم و این حالی قسمت آخری فونت تکس آخری را ادیت میکنم. میایم در قسمت ایره بولد میکنم و گزینه تیک را میزنم و فونتش هم تغییر میتم. اینا دوستا اینا فونتشان تغییر کرد. این حالی میریم یک تنظیمات دیگه شان را جور میکنیم. خود دوستا از این قسمت شما میتونین رو کش کنین و کلان شوه. یکی کلان شد، متن دیگه خود کلان میکنم ما. و اگه بخواین رنگ نوشته یا متن تان تغییر بتین، روی متن یا نوشته تان کلیک کنین و ایر طرف چپ کش کنین، روی گزینه کالر کلیک کنین. یعنی من روی ازی کلیک میکنم و اینجا انواع و اقسام رنگ ها است. شما هر رنگی که خوشتان آمد همون رنگ انتخاب کنین و در قسمت اینجا در قسمت گرادینت اینجا شما میتونین رنگ های ترکیبی انتخاب کنین. یعنی مثلا این رنگ سبز و سیاه یا این رنگ، اینجا انواع و اقسام رنگ هاست، شما میتونین انتخاب کنین. من همون رنگ سفید میایم انتخاب میکنم اینا و گزینه تیک را میزنم. این حال میریم در نوشته خود بک‌گراند یا پس زمینه جور میکنیم. خود دوستان خب این حال ما روی متن خود کلیک میکنیم و میایم در قسمت بک‌گراند کلیک میکنیم. اینا دوستان اینجا بک‌گراند نوشته است، روی بک‌گراند کلیک کنین. اینجا گزینه را فعال کنین. در اینجا شما میتونین برای همو متنتان بک‌گراند یا پس زمینه اضافه کنین. در این قسمت مثلا من رنگ سرخ انتخاب میکنم و اینجا گزینه تیک را میزنم. این حالی میرم این متن خود برای سایه میتونم و شکل ظاهریش تغییر میتم. خود دوستا میایم در قسمت استروک ایره رویش کلیک میکنم، ایرم فعال میکنم. یعنی دوستا شما روی یعنی متن ما سعی کنین که تغییر میکنه یا نخو. این حال فعال است، این حال غیر فعال است. این حال ما فعال میمونم. خود دوستا و اینجا میتونم که رنگش هم تغییر بدم. من همین رنگ سیاه را انتخاب میکنم و از قسمت گرادینت هم شما میتونین رنگ های مخلوط اینجا اضافه کنین. من همین رنگ سیاه را انتخاب میکنم و گزینه تیک را میزنم و در قسمت شادو اینجا شما میتونین سایه بتین برای متنتان. ایره ما فعال میکنم. این دوست روی متن ما سعی کنین اینجا تغییر پیدا میشه یا نه. ما ایر فعال میکنم. از اینجا شما میتونین رنگ سایه را مشخص کنین. ما اینجا رنگ سیاه را انتخاب میکنم و گزینه تیک را میزنم و روی از این قسمت اگه کلیک کنیم ایرم فعال میکنیم. اینجا سایه داخلیش میگه. خب ایره اگه انتخاب کنین با داخل متنتان یک رقم سایه میفته. سعی کنین روی متن ما اینا به این شکل سایه میفته. ما ایره خوش ندارم، ایره غیر فعال میکنم. خود دوستا دیگه این حالی ما زیاد وقتتان نمیگیرم. این متنای دیگه خودم مثل ازی ور طراحی میکنم. خود دوستا ما متنای دیگه خودم مثل ازی ور طراحی کردم. این حالی میریم یک عکس یوتیوب در روی تامنیل خود اضافه میکنیم که تامنیل ما جذابتر شود. خود دوستا میایم روی این قسمت گزینه وسطی کلیک میکنیم، میایم در قسمت امپورت روی امپورت کلیک میکنیم. ما اینجا مثلا عکس یوتیوب را انتخاب میکنم. خود دوستا ایرا بک‌گراندش هم حذف کردیم و در قسمت پایین روی تیک کلیک میکنم، خورد کردم سایزش و از این قسمت یک خط کج است. از اینجا شما میتونین که جهتش تغییر بتین. نه مثلا ما ایرا دور میتونم، این رقم میتونین شما تغییر بتین. ما این عکس مثلا در اینجا میمونم، یک کم ذره کلانترش میکنم و از روی ازی کلیک میکنم. اینجا
گزینه کپی رو میزنم که از یک کپی گرفته شوه. اینجا کپی رو که زدم یعنی قسمت ها قرار میتم که تامنیل ما جذاب تر شوه. خود دوستا این را در اینجا قرار دادم و یک کپی دیگه میگیرم از رویش. این را میایم در یعنی قسمت میتونم قرار بدم. این دوستا این تامنیل ما جور کردیم، میبینین که خیلی جذاب است. و دوستا یک نکته دیگر هم براتون بگویم، وقتی که روی عکس تان کلیک کردین، اگر روی اینی گزینه که کلیک کنین در اینجا گزینه قفل را اگه بزنین اما عکس شما قفل میشه. یعنی مثلا من این قفل میزنم، اینجا هرچی را تکان بدم این تکان نمیخوره. خب ولی اگه برم این را قفلش آزاد کنم باز کنم، از اینجا میتونیم که این را شور بدیم. خب دوستا دیگه دوستا اینی بود آموزش ساخت تامنیل. اگر از ویدیوی ما خوشتان آمد لایک کنید، سابسکرایب کنید و منتظر ویدیوهای دیگه ما هم باشین. خدا یار نگهدارتان.